درود میگویم به شما بیننده‌های عزیز و مخلصان تلویزیون علم و طبیعت. طور همگان اطلاع داریم روزهای اخیر در سراسر کشور وضع هوا یکباره تغییر یافت و این باعث به نااستواری هوا گردید و این طبیعی است که البته به روزگار ساکنان و طبیعت اطراف، طبیعت زنده تاثیر خود را میگذارد، علل خصوص به روزگار و زندگی آسایشته ساکنان. به این خاطر ما صحبت انجام خواهیم داد و در استودیو قرار دارند نماینده کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فریدون جورازاده و همچنین در صحبت فاصلوی ما را همراهی خواهند نمود منظوره سعیدزاده، کارمند اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که حضور شما را خیر مقدم میگویم و نخست میخواستیم وابسته به وضع امروزه و چند روزی باد و هوا در سراسر مملکت از نماینده اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع دقیق بگیریم و بعدا صحبت را با نماینده کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ادامه بدهیم. تشکر زیاد. چون شما قید کردین طبق اطلاع اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ماه مارس سال جاری در جمهوری هوا روزهای یکم دوم اساساً ابرناک پیشگویی شده، باریدن برف باران در نظر بوده، اساساً در نمودی برف میبارد، شبانگاه سوم باشد نیز برف میبارد، روز سوم باشد هوا تغییر یابنده به بارش پیشگویی میشود. در دهه اول هوا نسبتاً خنک پیشگویی شده، دهه دوم سوم باشد نیز هوا نسبتاً گرم پیشگویی میشود. در ماه مارس سال جاری باریدن بارشات زود به عمل آمده، در وادی ها اساساً در نمودی باران و در ناحیه های کوهی و بلندکو باشد در نمودی بارشات یعنی برف و باران به عمل میاد. در ولایت ختلان، در بعضی ولایت ختلان و بعضی ناحیه های ولایت سوق رعد و برق به عمل آمدنش از احتمال دور نیست. اینچنین نگفته نماند که در دهه اول در ناحیه های جنوبی بوده ولایت ختلان به عمل آمدن چنگ و غبار از احتمال دور نیست. حرارت هوا در دهه اول در ولایت ختلان روزانه 9-14 درجه گرم شده، شبانه باشد از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم پیشگویی می شود. در روزهای من بعد باشد حرارت هوا نسبتاً بلند پیشگویی شده، یعنی که از 10 تا 15 درجه گرم روزانه و من بعد باشد از 20 تا 25 درجه گرمی پیشگویی می شود. شبانه باشد در دهه اول نسبتاً خنک پیشگویی شده، 2-7 درجه خنک پیشگویی شده، روزهای من بعد باشد 12 تا 17 درجه گرمی پیشگویی می شود. در ناحیه های دامنکویی حرارت هوا در دهه اول نسبتاً خنک بوده، روزهای در دهه دوم و سوم باشد گرم پیشگویی می شود، یعنی حرارت هوا شبانه از 0 تا 5 درجه گرم شده، روزانه باشد از 12 تا 17 درجه گرمی پیشگویی می شود. در وادی های ناحیه های تابع جمهوری نیز حرارت هوا شبانه در دهه اول از 3 درجه خنک تا 2 درجه گرمی پیشگویی شده، روزانه باشد از 9 تا 14 درجه گرمی پیشگویی می شود. در دهه دوم و سوم باشد حرارت هوا نسبتاً گرمتر پیشگویی شده، یعنی که از 9 تا 14 درجه گرم، در روزهای الهیده باشد 16 تا 21 درجه گرمی پیشگویی می شود. اینا گفتن نماند که روزهای الهیده بعد باریدن بارشات و برف و باران در ناحیه های الهیده ولایت ختلان، ولایت سوق و ناحیه های تابع جمهوری فرآمدن تارمیخ از احتمال دور نیست. بیننده‌های عزیز، ما اندیشه و شرح و توضیح کارمند اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را در رابطه با وضع باد و هوا برای چند روز اخیر در قلمروی مملکت شنیدیم و می‌خواستیم از کارمند کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به تغییریابی باد و هوا، اقلیم و حالتهای سر زدن حالتهای طبیعی در سراسر مملکت اظهار نظر خویش را بگوید و چه حالت‌ها رخ داد در این چند روز و چه کارهای آماده باشی از جانب کارمندان کمیته در حال اجرایش قرار دارد. تشکر زیاد. طوری که هم معلوم است تا چند روز اخیر در نتیجه بارشات باران و برف در مقیاس جمهوری حکم فرما می باشد. در رابطه با این طبق دستور سپارش‌های رئیس کمیته همه جزء تام‌های کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در حالت آماده باش قرار دارند
و در حالت خدمت پرزور گذرانده شدند. البته قسم‌های حربی خدمات تعیینات مخصوص گردانده شده کافتکاوی نژادی خودی دستگاه مرکزی ریاست‌های کمیته در ولایت‌ها شهر و ناحیه‌ها عمل میکنند. البته اون اطلاعی که معلوماتی که ما از کمیته حفظ محیط زیست قبل از نامساعد آمدن وضع باد و هوا دسترس میکنیم. برقیه‌نامه‌های آگاهی به زیرتابه‌های کمیته ریاست‌های کمیته در ولایت‌های بدخشان، ختلان، سوخت، شهر ناحیه تابع جمهور ارسال میکنیم و تا که در این مورد تمام قوا واسطه‌های نظام یگانه دولتی اوید به پیشگیری و برطرف کنی حالت‌های فوق‌العاده را در حالت آمادگی قرار دهند و اطلاع داده شده را سری وقت به کمیته دسترس نمایند. در سراسر کشور آمدن چنین باد و هوا و یک باره سرد گردیدن وضع هوا نه تنها برای زندگی آسایشته ساکنان مملکت تاثیر خود را گذاشت، بلکه اون طور در بالا هم ذکر نمودن آن به محیط اطراف علل خصوص به ساحه کشاورزی نیز تاثیر عمیق خود را رسانید. و حالا بیا یک نظر میکنیم از گزارش آماده نموده همکاران ما وابسته به ساحه کشاورزی تاثیر و عامل‌های مثبت و منفی همین گونه هوای سرد و نظر متخصصان ساحه کشاورزی رو میشنویم و بعدا بازم صحبت رو ادامه خواهیم داد. در جمهوری ما برفی دیر انتظاری که تمام دهقانان تاجیک انتظار بودن این طول 2 روز است دوام داره و همه کشاورزان بعد از این برف خیلی شاد شدن که 1 درجه و زمین های آنها به کشاورزی آنها یعنی برفی ریسکده و برفی حاصل جمع کننده برید. امروز برف خیلی برفی خوب است و همه ما باید هم از برف شادی کنیم و بعضی کارهای اگروتکنیکی که در باغات در زمین ها گذراندن ضرور است باید در این شب و روز گذرانید. چنانه که شما امروز دیده ایستادید الکی من جمع کردن برف به گرد درختان، آن زمین هایی که شدگار شدند در آن زمین ها این برف نمی را خیلی ذخیره می کند. از همین سبب بسیار خوب می بود که در همان زمین هایی که شدگار شدند ذخیره نم خوب می گردد. اینچنین در بیخی نهال ها و درختان که امروز الکی برف خیلی باریده ایستاده است باید چنانه که در نوار دیده ایستادید به گرد درختان شیبه کرده شود، جمع کرده شود که 1 درجه بیدار شوی این درخت‌های قفا می‌پرتاید. از همین لحاظ به دهقانان توصیه می‌دهیم که انا همین کارهای آخری اولی بهاری انجام دهند. در آن منطقه‌هایی که امکانیت هست شدگار کردن در کار برای نمیه نگاه داشتن و در آن منطقه‌هایی که الکی شدگار شده‌اند برف را ذخیره کردند. بینندگان عزیز، شما صحبت روز را این لحظه از تلویزیون علم و طبیعت استماع فرموده ایستادید و موضوع صحبت ما تغییریابی باد و هوا، تاثیر و عامل‌های مثبت و منفی آن است و در صحبت ما قرار دارند نمایندگان از کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین در صحبت فاصله‌ای ما را همراهی نموده ایستادند کارمند اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. می‌خواستیم صحبت را ادامه بدهیم و در همین شب و روز فعالیت و حرکت واسطه‌های نقلیه در قلمروی مملکت علل خصوص در منطقه کوهی چگونه است و رفت‌وآمد به ممنوعیت ساکنان مملکت چگونه امروزها تامین کرده شده است و به واسطه منطقه آسیب پذیر امروزها کدام منطقه است و کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در رابطه با همین برای حفظ سلامتی، برای حفظ آسایشگی ساکنان در این مسیرها امروزها چگونه کارها را به انجام می‌رساند؟ البته خیلی که به همگان معلومه در این موسم بارشات حرکت واسطه‌های نقلیات در شهرهای کوهی و شهرهای بین‌المللی مشکل گذار می شود و خیلی که در این رابطه با تدبیرهای اندیشیده شده حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت سنه 13 دکبر سال 2023 در کمیته حالت‌های فوق‌العاده مرکز اداره کنی حالت‌های بحرانی با اشتراک رهبر دولت مورد بهره برداری قرار داده شد. این مرکز
میتواند که دلخواه آفتهای طبیعی در این آن گوشه کنار جمهوری رخ داده را طریق ویدیو کنفرانس مستقیما از مرکز ایستاده میتوانیم اداره کنیم و اون قوا واسطه‌های ضروری که در اون جایی که آفتهای طبیعی رخ میتیان روانه سازیم و در این مورد هم نیز ما اساساً چخیلی که شما گفتین تاجیکستان سرزمین کوهسار است و بسیار راهها از مسیر عقبه ها و شاهراهای کوهی میگذرد. در این مورد اساساً لغزش ترمه در مسیر شاهرای اتومبیلگردی دوشنبه بستان چناق مشاهده کرده می شود. چخیلی که من قبلا گفتم در این مسیر 3 نقطه نوبتداری شبانه روزی از جانب کارمندان کمیته ریاست خدمات تعیینات مخصوص گردانده شده کافتوکاوی تأسیس داده شده است و آنها با مرکز اداره کنی حالتهای بحرانی کمیته پیوسته در علاقه هستند. خوشبختانه از تامین واسطه حرکت واسطه نقلیات در همه سمت‌ها گشوده می باشد و با زحمت‌های شبانه روزی ریاست‌های خدمات نگهداری راه‌ها و شرکت ایرس در این منطقه را شبانه روزی گشوده و تحت نظارت دائمی قرار دارد. همزمان راه‌های مسیر دوشنبه کلاب، شمس‌الدین شاهین، قلعه خم، خوراق، خلمه هم نیز در حالت آماده باش قرار دارند. در این مسیر هم نجات دهنده‌های کمیته در موضع‌های ونج، ناحیه‌های خود ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر کلاب نیز دسته‌های نجات دهی در حالت خدمت شبانه روزی پرزور گذرانده شده. راه‌ها نیز تحت نظارت دائمی قرار دارند و راه‌ها در این سمت با وجود آنکه وضع نامساعدی باد و هوا حکم فرما می باشد، خیلی که نماینده‌های کمیته حفظ محیط زیست اگنتی آب و هواشناسی هم ابراز داشتن. با این نگاه نکرده تامین به خطر حرکت واسطه‌های نقلیات راه‌ها در همان مسیر و سمت‌ها گشوده می باشد. حالا بیاید از کارمند اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به پیشگویی ایشان در رابطه با چند روزی هفته‌های بعدی ماه مارت اندیشه‌شون رو بشنویم. چی توصیه می‌کنند؟ چه روزها ما رو در پیش انتظار است و آیا ما رو بازم همین گونه هوای سرد و همین گونه هوای برفی در پیش مخصوصا در روزهای بعدی در هفته‌های بعدی ماه مارت انتظار است یا نه؟ طبق اطلاع اگنتی آب و هواشناسی ماه مارت سال جاری حرارت هوا در معیار اقلیمی پیشگویی شده و در بعضی ناحیه‌ها باشه از معیار اقلیمی 1-2 درجه پست پیشگویی می شود. نگفته نماند که ماه مارت سال جاری یعنی ماه مارت سال 2024 و سال مانند به سال 2007 پیشگویی می شود که در سال 2007 نیز ماه مارت بارشات زود به عمل آمده در بعضی ناحیه‌ها از معیار اقلیمی بلند باریدن بارشات در نظر است. حرارت میانه هوا نیز در دهه اول در ولایت سوخت خنک بوده، یعنی که روزانه 6-11 درجه گرم روزانه باشد، از 1 درجه گرم تا 4 درجه خنک پیشگویی می شود. روزهای من بعد باشد حرارت هوا نسبتا بلند شده، روزانه از 10 تا 15 درجه و روزهای من بعد باشد 12 تا 17 درجه گرمی پیشگویی می شود. شبانه باشد نیز حرارت هوا اندکی بلند شده 2-7 درجه گرمی را تشکیل می دهد. در ناحیه‌های کوهی باشد نیز حرارت هوا در دهه اول نسبتا خنک پیشگویی شده، یعنی که روزانه از 1 درجه گرم تا 4 درجه خنک پیشگویی شده. در ناحیه‌های کوهی باشد 3-8 درجه خنکی پیشگویی می شود که روزهای من بعد یعنی حرارت هوا نسبتا بلند پیشگویی شده، یعنی روزهای من بعد نیز حرارت هوا اندکی بلند پیشگویی شده، روزانه از 6 تا 11 درجه گرمی پیشگویی شده، شبانه باشد از 0 تا 5 درجه گرمی پیشگویی می شود. در ناحیه‌های بلندکوه یعنی در شرق ولایت مختار کوهستانی بدخشان در دهه اول حرارت هوا پست پیشگویی شده، مقدار ماهانه هوا در معیار اقلیمی 1 درجه پست پیشگویی شده، حرارت میانه ماهانه شبانه از 20 تا 25 درجه خنک شده، روزانه باشد 3-8 درجه خنکی پیشگویی می شود. در منطقه بلندکوه بلونکول باشد حرارت هوا در روزهای 1، 2، 3
مرد باشد نسبت تمام منطقه های جمهوری خنک‌تر پیشگویی شده، یعنی که 44-46 درجه خنکی رو شبانه پیشگویی میکند. روزانه باشد حرارت هوا از 10 تا 12 درجه خنکی پیشگویی می شود. در شرق ولایت مختار کوهستانی بدخشان باریدن بارشات نسبتا بلند پیشگویی شده، وزیدن شمال با شدت نوکی 17-22 متر در یک ثانیه پیشگویی می شود. در شهر دوشنبه نیز هوا تغییر یابنده پیشگویی شده، 1 و 2 مارس باشد باریدن برف از احتمال دور نیست، یعنی در بعضی حالات با شدت می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 4 متر در یک ثانیه وزیده، روزهای دوم باشد با شدت نوکی 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در دهه اول نسبتا خنک پیشگویی شده، یعنی که از 0 تا 5 درجه شبانه خنک شده، روزانه باشد حرارت هوا از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم پیشگویی می شود. در دهه دوم و سوم باشد حرارت هوا نسبتا بلند پیشگویی شده، شبانه حرارت هوا 2-7 درجه گرمی را تشکیل داده، روزانه باشد 10-15 درجه گرم در نظر است. تا نماند که در شهر دوشنبه نیز باریدن بارشات اساسا در نمود باران در نظر است، یعنی زود به عمل آمده، شمال با شدت نوکی 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. باز هم صحبت رو ادامه میدهیم با کارمند کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و شما هم آگاه هستید که در روزهای سرد زمستان بیشتری اهالی مملکت که در روستاها و دهها زندگی میکنند بیشتر از پیچ و بخاری‌های خودساخت استفاده میکنند و عادتا آنها چوب و هیزم و انگشت رو استفاده میبرند و بعضا حالت ها ناآگاهانه آنها در طرز نادرست از استفاده این گونه محصولات سوزشواری رو استفاده میبرند که به حالت های بسیار هم سخت ناخوش مخصوصا سوختار و حتی مرگ آورده میرساند. در همین رابطه میخواستیم چگونه نقشه ها راه اندازی میگردد، چگونه توصیه و مشورت ها با ساکنان از جانب شما عملی میگردد و چند حالت ها به قید گرفته شده است؟ در این رابطه در کمیته حالتهای فوق‌العاده شعبه با کار با جامعه عمل میکنند، همزمان نماینده‌های شعبه کار با جامعه در ولایت‌ها در ریاست‌های کمیته در ولایت‌های سود، ختلان و بدخشان عمل میکنند، همزمان در منطقه ها وادی زرافشان و منطقه رشت عمل میکنند که البته وابسته به همه در حالت آمادگی قرار داشتن اهالی و قاعده‌های بی‌خطری ضد سوختار و چخیلی که شما قید کردید اوید به زهرآلود شوی شهروندان در نتیجه نادرست استفاده بردن پیچ‌ها، همان پیچ‌های بخاری و دیگر واسطه‌های گرم کننده. طبیعی است که در فصل زمستان این سال چخیلی که در نتیجه تاثیر تغییریابی اقلیم اول زمستان به بارش کم بارش آمد و این چند روزی که می شود اولی بهار و آخر زمستان خنکی‌ها برف و باران‌ها پیشگویی شده و سردی در کشور ما حکم‌فرما است. البته متاسفانه روز گذشته در نتیجه نادرست استفاده بردن همین پیچ‌های بخاری یا گفتم ممکن که واسطه‌های گرمی دهنده در شهر دوشنبه یک حادثه ناخوش به قید گرفته شد که متاسفانه 6 نفر شهروندان در نتیجه از دود غلیظ انگشت به هلاکت رسیدند. با مقصد راه ندادن به این گونه حالتهای ناخوش از همه ساکنان و شهروندان احترامانه خواهش میکنیم که طلبات اهالی البته در این روزا با گرمی زیاد می شود، طرز درست استفاده بردن ما انگشت یا واسطه‌های گرم کننده را رعایت کنند و همون تروبه های بخاری که در حالت تازگی تا که همون دودی که از وی به همون واسطه تروبه که می رود تازه باشد که دود با مسیر معین خودش به جای به بیرون انتقال داده شود. و در این مورد کارها چخیلی که من گفتم فهموندن اهالی و آگاهسازی طریق واسطه‌های اخبار عامه و دیگر واسطه‌های شبکه‌های اجتماعی و دیگر روزنامه و مجله ها کارمندای کمیته چخیلی که من در بالا قید کردم پیوسته اهالی را آگاه می‌نمایند که تا چنین به این حالت‌های ناخوش گرفتار نشوند. خب و در حالت سر زدن خردترین حالت طبیعی و یا در ماندن ساکنان به این یا مشکلی چگونه از جانب کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدانی ساکنان در این یا آن منطقه‌های دوردست مملکت کمک‌های اولیه رسانیده می شود؟ البته
در این مورد هم بیشتر در مشاهده ها طبق مشاهده ها که در شهر دوشنبه بیشتر اوزی خیلی که به شما معلوم است شهر زیبای ما پایتخت عزیز ما مخصوصا شهر دوشنبه با قامت افروختن بناهای خوشتر و زمانوی مجهز گردانده شده است. بسیار وقت در ماندن شهروندان در لیفت و یگان در حالت خاموش شدنی برق یا دیگر درهایی که آهنی که هست محکم میشوند، کودکای خردسال در داخل خانه میمانند. به همین خاطر ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر دوشنبه هم نیز دسته‌های مخصوص تشکیل کرده شده است که نوبتداری شبانه روز دائما در اونجا هست. همزمان رقم 112 در کمیته فعال است که میتوانند شهروندان در حالت چنین مشکلات دچار شدن با این رقمات تماس گیرند. همچنین نوبتدارای شبانه روزی مسئولان کمیته در 4 رایون شهر دوشنبه همزمان در 68 شهر و ناحیه هم نمایندای کمیته عمل میکنند که تلفن‌های موبیلی هم هست، شهری هم هست و دیگر همین رقم‌هایی که من در بالا قید کردم فعال هستند. در دلخواه شهروندان میتونن در مورد در حادثه‌های ناخوشی و حالت‌های فوق‌العاده دچار شدن با این نوبتدارا تماس گرفته برای کمک دعوت نمایند. بینندگان عزیز، شما صحبت ما را وابسته به تغییریابی اقلیم، نواستواری باد و هوا و روزهای سرد برای چند روز اخیر این لحظه از تلویزیون علم و طبیعت از برنامه صحبت روز استماع فرمودید. بار دیگر حضورتان را به برنامه خیر مقدم میگیم و امید می‌بندیم که هر یک دستورالعمل، هر یک توصیه و مشورتی که از جانب همصحبتان ما برای آرامی و آسودگی و ثبات و آرامی شما مخصوصاً خانواده شما روانه گردید سرمشق کار خود میکنید و این توصیه ها را در این روزهای سرد زمستان استفاده میبرید و سالمی خود و نزدیکان و عزیزان و پیوندان خویش را حمایه و حفظ میکنید. با امید پیروزی و موفقیت های شما ما به برنامه حسن فرجام میبخشیم تا برنامه دیگر. تنسیت موفق و پیروز و شاد بمانید.